الشهدا به خدا سوگند که تنین صدای تو که فریاد صبرن بن الکرام را در زیر آسمان این دشت تنین افکن ساخته همچنان به گوش میرسد سمعنا و اطعنا و همچنان تنین فریاد حلم ناصر تو در سراسر خاک ایران تنین افکنده است که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست و چنین است که پس از تو و پس از سنت سرخ مقاومت و فدا و آزادگی تو برای پیروان راستین راحت هر زمینی کربلا و هر روزی عاشوراست و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر کبیرا والحمد لله کثیرا و سبحان الله بکرة و اصیلا. الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، السلام علیک یا خاتم النبیین، السلام علیک یا سید المرسلین، السلام علیک یا حبیب الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا قائد الغر المحجلین. السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین. السلام علیک و علی الائمة من ولدک. السلام علیک یا وصی امیر المؤمنین. السلام علیک ایها الصدیق الشهید. السلام علیکم یا ملائکة الله المقیمین فی هذا المقام الشریف. السلام علیکم یا ملائکة رب المهدقین بقبر الحسین علیه السلام. السلام علیکم منی ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، ادخل یا رسول الله، ادخل یا نبی الله، ادخل یا امیر المؤمنین، ادخل یا سید الوصیین، ادخل یا فاطمة سیدة نساء العالمین، ادخل یا مولای یا ابا عبدالله، ادخل یا مولای یا ابا عبدالله، ادخل یا مولای یا ابن رسول الله. در آستانه سال نو زیارت میکنم و زیارت میکنیم مرقد مطهر سرور شهیدان حسین ابن علی علیه السلام را از جانب همه شیعیان و مشتاقان و رهروان او در ایران زمین و از سوی تمامی مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادی، از سوی تمامی آنها که دل به او بستند و رو در روی خمینی ضد بشر قصد حرم او را کردند. زیارت می کنم از سوی تمامی جاودان فروغ‌ها و مجاهدان و بنیانگذارانمان، آنان که در رکاب او جنگیدند و به شهادت رسیدند. زیارت میکنم از سوی تمام مجاهدینی که حسین و راه حسین را نصب العین خود کردند و از سوی تمامی آنهایی که بر پیمان خود با او باقی استوارند. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا خیرة الله و ابن خیرته، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمة سیدة نساء العالمین، السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. پس سلام بر تو ای خون گردش کننده خدایی و آن کس که خدا در پی خون اوست، و الوتر الموتور، و ای کشته انتقام گرفته ناشده. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. پس سلام بر تو و بر همه روانهای پاک و پاکیزه‌ای که از روز عاشورا تا امروز بر درگاه تو فرود آمدند. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. سلامی جوشان و خروشان و ادامه دار تا آن زمان که روز و شب باقی است. یا ابا عبدالله،
لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اهل السماوات. همانا که مصیبت تو بر تمامی اهل زمین و آسمان بس گران و سنگین است و وای بر آنها که دست بر روی تو گشودند. آن کس که بر روی تو دست گشود کدامین حرمتی را پایمال نکرد. فلعن الله امة اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت ولعن الله امة دفعتكم عن مقامكم. و هر آن کس که رهبری تو را نشناخت پس چه چیز از اسلام شناخت. و ازالتکم عن مراتبکم التي رتبکم الله فیها ولعن الله امة قتلتکم. پس نفرین خدا بر تمامی گروه ها و دستجاتی باد که بر قتل شما کمر بستند. ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم. و لعنت بر تمامی آنها باد که اسباب کار را آماده کردند و زمین سازی نمودند. آنان که از جهت سیاسی و از جهت ایدئولوژیک چنین راهی را گشودند. برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیائهم. مرا و تمامی مجاهدان را بری ساز از هر آن کس که در این راه قدم برداشت و رو در روی تو ایستاد حتی به اندازه دانه خردلی و از هر آن کس که آنان را پیروی و تبعیت کرد من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم. من و تمامی مجاهدین در صلح و صفا و سازش پایدار و ابدی هستیم با هر آن کس که با تو در آشتی و دوستی است. و حرب لمن حاربکم. و در جنگ و ستیز آشتی ناپذیریم با هر آن کس که بر تو برشورید الی یوم القیامه، تا روز بازپسین. ولعن الله آل زیاد و آل مروان و آل خمینی ولعن الله بنی امیه و بنی خمینی قاطبة ولعن الله ابن مرجانه ولعن الله عمر ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله خمینی ولعن الله امة اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک. پس نفرین ابدی باد بر تمامی آنهایی که علیه تو اسب زین کردند و به اسبان خود دهنه زدند و اسباب کار آماده کردند و نیت جنگ و قتال و ضدیت با تو در سر پروراندند. به ابی انت و امی، پدر و مادرم و جانم به فدایت باد، لقد عظم مصابی بک فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک. و از آن خدایی که تو را در این مقام قرار داد طلب می کنم که بر نسل ما کرامت گذارد و خونخواهی تو را نصیب من سازد. و شکر می کنم خدایی را که چنین خونخواهی را نصیب نسل مجاهد خلق کرد تا برای تو و در راه تو به قتال برخیزیم بر ضد جباران و ستمگرانی از قبیل شاه و خمینی. فاسأل الله الذی اکرم مقامک و اکرمنی بک ان یرزقنی طلب سارک مع امام منصور من اهل بیت محمد
صلی الله علیه و آله. اللهم اجعل لی عندک وجیها بالحسین. بار خدایا ما را به حسین ذبح عظیم سراسر تاریخ در نزد خود آبرومند قرار ده. اللهم اجعل لی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا و الاخره. یا ابا عبدالله انی اتقرب الی الله و الی رسوله و الی امیر المؤمنین و الی فاطمه و الی الحسن و الیک بموالاتک و بالبراءة ممن اسس اساس ذلك و بنا علیه بنیانه و جرا فی ظلمه و جوره علیکم و علی اشیائکم. ای ابا عبدالله، ای سرور شهیدان، با دیگر مجاهدین نزدیکی و پیوند می جوییم به جانب خدا و رسولش و به سوی فاطمه و حسن و پدر تو و خود تو با دوستی ها و رهبری هایت و بیزاری می جوییم از آن کس که بنیاد این جور و ستم را علیه شما، یعنی علیه تمام مسلمین و شیعیان شما بنا گذاشت. برئت الی الله و الیکم منهم و اتقرب الی الله ثم الیکم بموالاتکم و موالات ولیکم و بالبراءة من اعدائکم، و با بیزاری جستنی از تمامی اضداد و دشمنان شما، دشمنان آزادی و دشمنان رهایی و الناصبین لکم الحرب، و برپا کنندگان آتش افروزان علیه تو، و بالبراءة من اشیائهم و اتباعهم، و از تمامی قوم و قبیله تاریخی ایشان و به ویژه خمینی ضد بشر نیز بیزاری می جوییم. انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و ولی لمن والاکم و عدو لمن عاداکم. در آشتی و سازش و دوستی هستم با هر آن کس که با تو دوستی می‌ورزد و در جنگ و ستیز پایدار و ابدی خواهم بود با هر آن کس که با تو بستیزد، و دوست آن کس که تو را دوست می‌دارد و تو محبوب او هستی، و دشمن آن کس که با تو دشمنی می‌ورزد. فاسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقنی البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره. و به تو میخواهم از خدا آن کس که مرا به معرفت تو نائل کرد تا گامهایم را استوار سازد، گامهای صدق و خلوص در دنیا و آخرت. و اسأله ان یبلغنی المقام المحمود لکم عند الله و ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدى ظاهر ناطق بالحق منکم. و اسأل الله بحقکم و بالشأن الذی لکم عنده ان یؤتینی بمصابی بکم افضل ما یؤتی مصابا بمصیبته، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. اللهم اجعلنی فی مقامی هذا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. بار خدایا حیات و شیوه حیات مرا در چارچوب حیات محمدی و رهروان او قرار ده، و مماتی ممات محمد و آل محمد، و در گذشتن و مرگم را نیز در مسیر او و در راه محمد و خاندان عقیدتی و سیاسی او قرار ده. اللهم ان هذا یوم تبرکت به بنو امیه و بنو خمینی
بار خدایا روز قتل حسین روزی بود که بنی امیه و بنی خمینی بدان تبرک جستند. و ابن آکلت الاکباد اللعین اللعین ابن اللعین علی لسانک و لسان نبیک. و همه نفرین شدگان و فرزندان نفرین شدگان، آنان که بر زبان تو و زبان رسولت تا جاودان نفرین شدند. و لسان نبیک صلی الله علیه و آله فی کل موطن و موقف وقف فیه نبیک صلی الله علیه و آله. اللهم الان ابا سفیان و معاویه و یزید ابن معاویه و خمینی ابن یزید علیهم منک اللعنة ابد العابدین. و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان و آل خمینی بقتلهم الحسین و المجاهدین صلوات الله علیه و علیهم. اللهم فضائف علیهم اللعن، فضائف علیهم اللعن منک و العذاب العلیم. اللهم انی اتقرب الیک فی هذا اليوم و فی موقفی هذا و ایام حیاتی بالبراءة منهم واللعنة علیهم و بالموالات لنبیک و آل نبیک علیه و علیهم السلام. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ذلک سیم الخمینی. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت علی قتله. اللهم لعنهم جميعا، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك. پس سلام بر تو باد ای سرور شهیدان و تمامی روانهای پاک و پاکیزه‌ای که به درگاه تو فرود آمدند، از عاشورا تا فروغ جاویدان. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی المجاهدین. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سید الشهدا. سلام بر تو ای سرور شهیدان و ای پیامبر جاودان رهایی انسان. سلام بر تو ای خون خدا و وارث انبیا. سلام بر تو ای صاحب قیام عاشورا یا ابا الشهدا یا حسین ابن علی. در نهمین عید خونبار مقاومت، در نهمین بهار سرخفام مقاومت، مقاومتی که به نام تابناک تو آغاز شده، به زیارتت شتافتیم. سلام مردم آزاد ایران، سلام مجاهدان و رزمندگان ارتش آزادی رو بپذیر. ما همیشه سخت نیازمند و مشتاق دیدار توییم. درود خدا بر تو باد و بر همه روانهای پاک و پاکیزه‌ای که با آستان تو فرود آمدند. حسین ای سرور شهیدان، سلام بر تو و یارانت که در عصر جهل و بندگی نخستین فروغ جاویدان رو برافروختید و در رفیع ترین قله هدایت انسان آتش به پا کردید. شهادت میدهم که تو و یارانت، اونهایی که شرافت درک مقام و رهبری تو رو داشتند،
از هر آنچه که خدا وظیفه شما قرار داده بود ذره ای فروگذار نکردید. پس نفرین باد بر دستجات و بر گروه ها و بر آن نظام و رژیمی که حق تو رو ضایع کرد و به قتل تو کمر بست، بر اونهایی که تو و یارانت رو کشتند، اونهایی که بر این ستم تمکین و سکوت کردند، اونهایی که به تو برچسب زدند، اونهایی که تو رو خارجی خوندند، اونهایی که تو رو اهل قدرت قلمداد کردند. آه نفرین شدگان کجا هستند؟ اینجاست حسین و خانواده او و پسرانش و برادرانش و پسران برادرانش و یارانش و خانوادش. نفرین بر آنان که قتل عام حسینی رو شنیدند و بر آن رضا دادند. پس از اونها، از همدلان، هم نفسان و متحدان و همسویان تاریخیشون عمیقاً بیزاری می جوییم. هرگز مباد که از راه تو قدمی به انحراف برداریم. تا دنیا باقی است نسل مجاهدین با آن کس که با تو در جنگ و ستیز بوده و ارزش‌های تو رو پامال و نقض میکنه در ستیزه و پیکار خواهند بود و با هر آن کس که با تو و ارزش‌های تو در صلح و یک پارچگی است همدل و همسو و هم قدم و هم جهت خواهیم بود. یا ابا عبدالله، مجاهدین از آن روز که بنیانگذارشون محمد حنیف با نام و با یاد تو به جهاد برخاست، با فلسفه تو، با عشق تو و با مشی تو بزرگ شدند. با نام تو بود که بنبست ها رو گشودند و با نام تو بود که بارها از خاکستر خودشون ققنوسوار پر کشیدند. آن میزان که تو رو درک کردند و به تو وصل شدند درس رهایی آموختند. با نام تو و با مشی تو بود که بنیانگذاران ما شکنجهگاه های رژیم سلطنتی رو در نوردیدند و بر چوبه های اعدام بوسه زدند، دستفشان و غزلخوان سرود رهایی سر دادند و در آخرین لحظات و آخرین نفسات تو رو خوندند. و با نام و با یاد تو بود که در برابر استبداد زیر پرده دین ایستادیم و مصاف دادیم و رو در روی خمینی ضد بشر، این یزید پلید دوران، فروغ جاویدان رو دقیقاً به تبعیت از خودتو برافروختیم. یا ابا الشهدا، همه فدیه های ما در این گذار آتش و خون نثار خاک پای تو باد. در آستان تو درس عشق آموختیم، ای عشق و ای مراد بزرگ مجاهدین. شکر اون خدایی که ما رو به معرفت تو نائل کرد و از اون میخواهیم که این شایستگی رو به ما عطا کنه، چه شهیدان و چه زندگانمون، که باز هم در رکاب تو محشور بشیم. یا ابا عبدالله، اعتبار خون شهیدان و ارج جهاد رزمندگان از تو، از شأن والای توست. از تو که در این دشت سوزان، در روزگار بیخبری و جهل و بندگی، در اوج قله فدا، پروردگار خودت رو بر حسن بلا و آزمایشی که برای تو خواسته بود شکر میگفتی و درس اخلاص و فدا میدادی و هر لحظه‌ای که از روز عاشورا میگذشت مشتاق‌تر و برافروخته‌تر میشدی، تا آن زمان که به سوی رفیق اعلات پر کشیدی.
ای امام مجاهدان و ای سرور شهیدان. امروز در دوران پر از ابتلا و کشاکش باز هم ما همچنان به تو اقتدا میکنیم. خدا رو به خاطر تمامی آزمایشاتی که به اتکای تو از اونها گذر کردیم سپاس میگذاریم. راستی که در مسیر تو با فلسفه تو و با مشی تو هر آزمایشی برای ما و برای انقلابمون خیر و فزایندگی در بر داره و جز بر عزت و استحکام ما به شرط اون که به تو چنگ بزنیم افزوده نخواهد کرد. الحمدلله رب العالمین. یا ابا عبدالله، در زمانه ما خمینی خوناشام و کارگزاران پلیدش دقیقاً پا در جای یزید و شمر ابن زیاد نهادند. از هیچ دناعتی و از هیچ رذالتی در حق خلق خدا و دین خدا و مجاهدین فروگذار نکردند. در ایران زمین که به نام تو مهر خورده جز جنگ و جنایت و فساد و جز فقر و دروغ و بینوایی چیزی رو رواج ندادند. در شکنجهگاه هاشون هیچ حرمتی رو باقی نگذاشتند. چه بدنها که سوختند، چه جانهای پاک که زنده به گور کردند، چه پیکرها که مسله کردند، چه چشمها که از حدقه در آوردند و چه رود خون که از پیکر این نسل بر زمین ریختند. اما چه باک این راه رو تو به ما نشون دادی. نسلی که از پیام تو، از مشی تو یا ابا الشهدا جوشیده بود و فریاد صبرن بن الکرام تو رو شنیده بود، از خودت جان مایه گرفت و مقاومت کرد. در مکتب تو آموخت هیهات من الذله، برای این که به خمینی این دعی ابن دعی دوران تن نده. از تو آموخته بودیم که وقتی ما رو مخیر میکنند بین ذلت و شمشیر و گلوله های سربین و تناب دار رو برش بوسه بزنیم. مگه لبهای تبدار تو چنین نکرد؟ یا ابا الشهدا، پیام خون تو در جانها و روانهای مجاهدین جاری است، شعله میکشه و همین پیام است که سرانجام در آتشی فروزان و در نبردی عظیم و کبیر بساط دجالگری و جنگ افروزی و سرکوبگری یزیدیان زمانه رو در هم خواهد پیچید و با فروغ جاودانی دیگر نابودی این نظام و دشخیمانش رو مهر خواهد کرد. ای سرور آزادگان و مقتدای مجاهدان، در پیشگاه تو و به حق حرمت تو از خدا می‌خواهیم که در راه تو ما رو ثابت قدم و شایسته بکنه، دلهای ما رو به نور معرفت تو روشن بکنه، آتش عشق به تو و یارانت رو در دلهامون هرچه فروزان تر بکنه و فرجام کارمون رو به عزت و رستگاری برسونه. بار پروردگارا، دلهای پیروان حسین در ایران زمین در اشتیاق زیارت این بارگاه می سوزد. دلهایی که در سوز راز و نیاز با سید الشهدا و یارانش می تپد. مردم ما در برابر یزیدی های دوران، در برابر خمینی و رژیم پلیدش، همین مردم مجاهد پرور راه سرور آزادگان و اصحاب بزرگوار او رو در پیش گرفتند. در مقاومت برای کسب آزادی و برای حاکمیت مردمی از بذل هیچ فدیه و فدایی فروگذار نکردند. خدایا ندای این میهن و خلق اسیر رو اجابت کن. مردمی که رو در روی خمینی ضد بشر از عزیزان و از رشیدترین فرزندانشون گذشتند
و مرگ صلح رو حسین وار بر ذلت و تسلیم مرجح شمردند. پروردگارا در آستانه سال نو در حرم سید الشهدا و در برابر بزرگترین قربانی تاریخ از تو می‌خواهیم که رنج و خون مردم ایران رو به ثمر شایستش برسونی و بهار آزادی رو در ایران اسیر به بر بنشونی. در آستانه نهمین بهار مقاومت خونبار مردم ایران در پیشگاه حضرت حسین علیه السلام همچنین زیارت میکنم و زیارت میکنیم حضرت زینب علیه السلام را از جانب مجاهدین خلق ایران، رزمندگان ارتش آزادی بخش، خانواده های شهدا و زندانیانمان و همچنین عموم پیروانش در ایران زمین و به یاد اشرف زنان مجاهد خلق و همه شیر زنان شهید مجاهد به تو درود میفرستیم. سلام بر توی زینب کبرا که در راه خدا حق جهاد را به جای آوردی و از آغاز در کمال آگاهی و اختیار و مسئولیت پذیری خانه و خانواده را رها کردی تا در رکاب برادر و راهبرت حسین آن رسالت تاریخی را به انجام رسانی. سلام بر توی زینب کبرا که با رهبری کاروان اسیران عاشورا پیام انقلاب حسینی را به اوج رساندی و راه سید الشهدا را با شایستگی ادامه دادی. سلام بر تو که خروش کوبنده و افشاگرت دارالاماره ابن زیاد و مرکز حکومت یزید پلید را به لرزه درآورد و کلام روشنگر و آتشینت در مسیر کاروان اسیران خشم مردم را علیه یزیدیان شعله‌ور ساخت، آنچنان که به زودی آتش سوزانش دودمان اموی را برانداخت. یا زینب، مگر که نبود که دعوای یزید به خاطر سر امام حسین برادر و راهبرت بود و مگر نه اینکه می‌خواستند از این طریق شعله هدایت و شاخص هدایت را خاموش کنند و از بین ببرند؟ اما حرکت قهرمانانه تو توانست آن خون را زنده نگه دارد و پایدار کند. یا زینب، در زمان ما خمینیان هم یک دعوای اصلی بیشتر ندارند، اون هم زدن سر مجاهدین بوده و هست، چون خوب میدونند که اگر این مقاومت بی پایان و وسیع رو بی سر کنند، لااقل تا یک دوران آسوده خاطر بر دیکتاتوری خود و بر قلع و قمع مردم ادامه خواهند داد. اما ما مجاهدین با استعانت از تو آموختیم که تا جان در بدن داریم چنین اجازه‌ای رو ندیم مگر اینکه اونها از روی اجساد تک تک ما عبور کنند. یا حضرت زینب، به حق خون پربرکت حسین به من و مجاهدین این سعادت رو نصیب نما که از عهده مسئولیت عظیم و سنگین خود بر بیاییم. سلام بر تو که در دفاع از حقیقت قیام حسینی و در کوبیدن یزید و مرام یزیدی هیچ بیم و باکی رو به خود راه ندادی و یزید رو در بیت العنکبوت و حکومتش فاسق، فاجر، کذاب و رسوا خطاب کردی و با صدای رسا
بر پاکی و طهارت سید الشهدا و خاندان رسالت و هدایت گواهی دادی. سلام بر توی الگوی تاریخی زنان موحد که در اون عصر تاریک جاهلیت مظهر رهایی بودی و در شرایطی که زن در اون دوران اسیر بود و هیچ منزلت انسانی نداشت در رأس رهبری قیام حسینی قرار گرفتی و کاروان انقلاب رو در اوج شایستگی هدایت کردی. ای زینب کبرا، ای قافل سالار کاروان عزت و شهادت، مجاهدین خلق ایران به خصوص زنان مجاهد خلق در مسیر رهایی خلقشون پا در راه تابناک تو نهادند و با الهام از تو و از حماسه عاشورا به نبرد با ارتجاع خمینی این یزید پلید دوران برخاستند. مردم ایران خصوصا زنان آزاده ما از تو درس مقاومت و ایمان فرا گرفتند و در برابر این حکومت یزیدی ایستادند. تو میدونی و حاضر و ناظری که ارتجاع خمینی چه فجایع تلخی رو بر مردم ما از زن و مرد تحمیل کرده و میبینی که خلقی رو چگونه به بند کشیده و به آوارگی و بیخانمانی و به فقر و نایابی گرفتار کرده. تو میدونی که رژیم پلید خمینی چه جنایاتی در حق زنان بالای ما مرتکب شده و چگونه از یزید در پستی و شقاوت سبق رو بوده، چرا که فی المثل کمترین حدی رو نیز درباره جان و ناموس زنان مجاهد خلق و حتی زنان باردارشون رعایت نکرده. به راستی که خمینی هیچ مرز و هیچ حدی رو باقی نگذاشت، در حالی که در حقوق انسانی و اجتماعی و اقتصادی برای زن هیچ ارزشی قائل نیست و اون رو موجود انسانی برابر با مرد به حساب نمیاره، اما در شکنجه و جنایت و آزار مرزی رو نگه نداشته و حدی باقی نمونده که اون نشکسته باشه، به طوری که جهانیان از شنیدنش ناباورند. ببین که چگونه به حد که حرمت شریفترین زنان ما برخواسته و پرداخته، چه خونها که قبل از اعدام کشیده، چه چشمها و کلیه ها که از بدنها در آورده، چه شکنجه های وحشیانه‌ای که برای درهم شکستن زنان ما در پیش گرفته، از تجاوز تا سایر رفتار وحشیانه، و چه زنهای بارداری رو که به جوخه های تیربارون نسپرده. اما هیچ جنایت و سفاکیتی بر صلابت زنان ما که از تو الهام گرفته بودند اثر نکرد، بلکه مقاومت و مجاهدت اونها رو هرچه بیشتر کرد و ارتجاع خمینی رو رسواتر و رسواتر نمود. ای زینب کبرا، ملت ما از زن و مرد، از پیر و جوان در حاکمیت سراپا تباهی و فساد خمینی هر روز رو با درد و رنج و داغ و فراق و سرکوب و خفقان سپری کردند و روز رو به شب میارند، ولی مقاومت کردند و گرد خاری و ذلت بر چهرشون ننشسته. اکنون در برابر تو از خدا میخوایم که مجاهدت پیشتازان جهاد و رهایی و پایداری عموم مردم ما رو به ثمر نهایی برسونی و بهار آزادی و رحمت و رهایی رو با پیروزی انقلاب نوین ایران در سرزمین ایران بگسترانی. پروردگارا، در پیشگاه زینب کبرا و در حرم سید الشهدا از تو میخوایم که بر اقتدار ارتش آزادی و بر ایمان و صلابت عموم مجاهدان و رزمندگانش بیفزایی
و نبرد نهایی برای ریشه‌کن کردن ارتجاع خمینی رو به پیروزی نهایی برسونی. یا حسین، اونچه که از نام تو برای پیروانت تداعی کننده است و نام تو با اون عجینه فدا، پاکبازی و پاکباختگیته. فدا یعنی همون چیزی که سرلوحه مکتب مجاهدینه و از ابتدا با تمسک به اون که از مکتب تو آموختند راهشون رو باز کردند و به اینجا رسیدند. فدا یعنی فدای تمام عیار، آمدن با همه چیز، با خاندان و عزیزان و خانمان در راه آرمان و بالاترین آرمانشون. یا حسین، رهبر مجاهدین از ابتدا با چنگ زدن به تو و مکتب تو که همانا پیام آور رهایی و پاکباختگی در راه آرمانشون بوده، مجاهدین رو به اینجا رسونده و اونچرا که به ما آموخته فدا و پاکبازی با همه چیز در راه آرمانمون بوده. اما ظاهراً هر روز که میگذره من و مجاهدین بیشتر متوجه میشیم که کم گرفتیم از اون چرا که رهبر ما از تو گرفته و تا به اینجا راهش رو باز کرده. مگه تو نبودی که در راه آرمانت با علی اکبرت، علی اصغرت، قاسمت، همه خاندانت به صحرای کربلا رفتی تا آخرین نفر رو ندادی، آروم نگرفتی و حتی میگن که در موقع خداحافظی با یک نفر که بیشترین عشق و علایق و عواطفت به اون بود، یعنی زینب کبرا، خواهر قهرمان و گرامیت، خداحافظی نکردی. چرا که نمیخواستی که در لحظه میعاد حتی لحظه ناراحتی داشته باشی. تو اینگونه رفتی، رهبر ما هم همینجوری دنبال تو اومد، ولی تا اونجایی که به ما مجاهدین برمیگرده از تو میخوایم که به حق این روز، به حق این ساعت و به حق این سال به ما هم این رستگاری و این افتخار و این سعادت رو نصیب کنی که با همه چیزمون جز پیروان اون باشیم. آره، با همه چیزمون، با تمام قلبمون، یعنی با تمام ایمانمون و با تمام عواطفمون و با همه اون چیزهایی که برامون از اون عزیزتری وجود نداره. این فقط ما رو شایسته پیروی و رهروی اون میکنه، کما این که خود اون هم به این طریق شایسته ترین و صدیق ترین پیرو تو در این دورانه. یا حسین، ما رو در این راه هدایت کن، کمک کن و از تو میخوایم که در این مسیر تا آخر من و مجاهدین رو کمکمون کنی تا بتونیم به کمک رهبرمون یعنی مسعود کشتی طوفان زده ایران رو به ساحل نجات و پیروزی برسونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث آدم صفوت الله. السلام علیک یا وارث نوح نبی الله. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. السلام علیک یا وارث موسی کلیم الله. السلام علیک یا وارث عیسی روح الله. السلام علیک یا وارث محمد حبیب الله. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علیه السلام. السلام علیک یا ابن محمد المصطفى. السلام علیک یا ابن علی المرتضى. السلام علیک یا ابن فاطمة الزهراء. السلام علیک یا ابن خدیجة الکبرى.
السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الماتور اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر و اطعت الله و رسوله حتی اتاک الیقین فلعن الله امة قتلتك ولعن الله امة ظلمتك ولعن الله امة سمعت بذلك فرضیت به یا مولاي یا ابو عبدالله اشهد انك كنت نورا في الاسلاب الشامخة والارحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بانجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها واشهد انك من دعائم الدين واركان المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرزي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله عني بكم مؤمنة وبإيابكم موقنة بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سيل وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله لقد أزمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله قصدت هرمك وأتيت إلى مشهدك أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة.
زیارت میکنم دیگر رادمردان و مجاهدان و شهیدان کربلا را، آنان که در رکاب حسین و با او رکاب کشیدند و در راه او و در کنار او جان باختند و به هنگام شهادت سر بر دامن او گذاشتند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه. السلام علیکم یا اصفیاء الله و اوداعه. السلام علیکم یا انصار دین الله. سلام بر شما ای یاری کنندگان دین خدا. السلام علیکم یا انصار رسول الله. سلام بر شما ای یاران رسول خدا. السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین. سلام بر شما ای یاران امیر المؤمنان علی علیه السلام. السلام علیکم یا انصار فاطمه سیدة نساء العالمین. درود بر شما ای پاک بازانی که فاطمه را نصرت کردید. السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح. و سلام بر شما ای یاران حسن ابن علی، آن پیشوا و رهبر پاک و پاکیزه و نصیحتگر. السلام علیکم ایها المجاهدون یا انصار ابی عبدالله. و سلام بر شما مجاهدان پاک بازی که قدم در راه حسین گذاشتید، ای یاری کنندگان حسین. به ابی انتم و امی تبتم. پدر و مادرم به فدایتان باد. و تابت الارض التي فيها دفنتم. و پاک شد و پاکیزه گردید و سرفراز آن قطع زمینی که شما در آن به خاک سپرده شدید. و فزتم فوزا عظیما. ای مجاهدینی که در آستان حسین فرود آمدید، رستگار شدید. چه رستگاری بزرگی. فیا لیتنی کنت معکم. کاش من هم با شما بودم. فافوز معکم. و با شما رستگار می شدم. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. زیارت میکنیم مرقد پاکیزه مجاهد بزرگ حبیب ابن مظاهر، آن کس که پیرانه سر در حالی که ابروان خود را با دستار بسته بود قدم در رکاب حسین گذاشت و مجاهدت کرد و به شهادت رسید. آن کس که به فریاد حل من ناصر حسینی پاسخ گفت. حقاً که او در
شرایط ضعف جسمانی، از منتهای قوت روحی و عقیدتی و ایمانی برخوردار بود و لرزه بر اندام دشمنان میانداخت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لفاطمه الزهراء و الحسن و الحسین علیهم السلام. الغریب المواسی اشهد انک جاهدت فی سبیل الله و نصرت الحسین ابن بنت رسول الله و واسیت بنفسک و بذلت مهجتک فعلیک السلام التام. السلام علیک ایها القمر الظاهر. السلام علیک یا حبیب ابن مظاهر الاسدی و رحمت الله و برکاته. اینجا قتلگاه بزرگترین خون ریخته شده در عرض خدا حضرت سید الشهدا علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته. السلام علیک یا قتیل الله و ابن قتیله. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. السلام علیک یا بطر الله الموتور فی السماوات و الارض. اشهد ان دمک سکن فی الخلد
واخشعرت له أذلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى. أشهد أنك حجة الله وابن حجته وأشهد أنك قتيل الله وابن قتيله وأشهد أنك صار الله وابن صاره وأشهد أنك ذكر الله الموتور في السماوات والأرض وأشهد أنك قد بلغت ونصحت ووفيت وأوفيت وجاهدت في سبيل الله ونزيت للذي كنت عليه شهيدا ومستشهدا وشاهدا ومشهودا. أنا عبد الله ومولاتك وفي طاعتك والوافدة إليك التمس كمال المنزلة عند الله والثبات القدم في الهجرة إليك والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كفالتك التي أمرت بها. من أراد الله بدأ بكم يبين الله الكذب وبكم يبعد الله الزمان الكلب وبكم فتح الله وبكم يختم الله وبكم يمحو ما يشاء ويثبت وبكم يفك الذل من رقابنا وبكم يدرك الله ترة كل مؤمن يطلب بها وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تنبت الأرض أشجارها وبكم تخرج الأرض ثمارها وبكم تنزل السماء قطرها ورزقها وبكم يكشف الله الكرب وبكم ينزل الله القيس وبكم تسبح الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقر جبالها عن مراسيها. إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتصدر من بيوتكم والصادر عما فصل من أحكام العباد. لعنت أمة قتلتكم وأمة خالفتكم وأمة جهدت ولايتكم وأمة ظاهرت عليكم وأمة شهدت ولم تستشهد. الحمد لله الذي جعل النار مأواهم وبئس ورد الواردين وبئس الورد المورود والحمد لله رب العالمين. در اینجا بود که خمینیان دوران سر از بدن حسین جدا کردند. اینجا محل قتل حسین است. در اینجا نخلی بود به نام نخل مریم که پذیرای سر حسین شد و لختی سر را بدان نخل آویختند. یا سید الشهدا، از جانب مجاهدین خلق ایران باز هم برای تو هدیه‌ای آوردیم. دومین فهرست، در نخستین فهرست بخشی از 10,000 شهید که راه تو و مشی تو رو رفتند، هر یک با یک شماره و یک ستاره به تو تقدیم کردیم. اما این خون تا بیکران جاری است
زیرا که تو آغاز کردی و لابد که تا قیام فرزند برومندت مهدی صاحب زمان وارث کون و مکان بر علیه هر آن که ستم کند باز هم جاری است و جریان خواهد یافت تا که به پایان برسد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. و این دومین فهرست است، بخشی از دهها و دهها هزار شهید مجاهد خلق، بخشی دیگر نزدیک به 6800 تن شهید دیگر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار پروردگارا از ما بپذیر همانا که تو شنوا و دانایی. دوستان در هوا صحبت یار زرفشانند و ما سراندازیم. دوستان در هوای صحبت یار زرفشانند و ما سراندازیم. دومین فهرست اسامی شهیدان، هدیه مجاهدین خلق ایران به خاک پای امام مجاهدان و سرور شهیدان حسین ابن علی علیه السلام، پرچمدار مشی مجاهدت و فدا در امتداد سنت سرخ عاشورایی که بنیاد گذاشت. نوروز 1369. یا ابا الشهدا، آنچه جوشید از این نقطه و از این مکان جوشید، هرچه بود درس آزادگی بود. دوران ما دوران بی اثر بودن و در هم شکستن بسیاری از ایدئولوژی ها و خط معش ها بود. راستی که در شرایط سلطه دجال خوناشامی مثل خمینی چه میشد کرد؟ در میان خط معش ها و در میان روش های مختلف سیاسی و نظامی، برای آن کس که میخواست با شرف زندگی کند و با شرف بمیرد، به راستی چه چیز متصور بود؟ بسیاری مدعیان با اشارت انگشت یا با تنور کشیدنی از سوی دجال خوناشام دور شدند و از بین رفتند، مردار شدند و در لجنزار خمینی فرو رفتند. با چه دعاوی، با چه ادعاها؟ دعاوی ترقی خواهانه. همه چیز کلمات بی محتوا بود. اما تو بودی که به کلمه مجاهد خلق محتوا بخشیدی. فقط تو. چه خط مشی جز خط مشی عاشورایی جواب داشت؟ وقتی که دیو خوناشام تنوره میکشید، وقتی که دجال همه راه ها رو بر ما بسته بود و اجتماعاً و سیاساً ما رو در محاصره قرار داده بود و دجالگری بود و دجالگری و ظلمت و جاهلیت و تباهی و جنگ. هرچه نظر کردیم و اندیشه کردیم، هیچ خط مشی جز خط مشی تو پاسخ نداشت. پس تو رو تجربه کردیم، گفتیم که عاشوراوار با کلمه حسینی این بود که به ما محتوا و اعتبار بخشید، و الا چه بودیم؟ نابود و نفرین می شدیم
مثل همه جریانات و افراد نابود شده و نفرین شده، مردار و در لجنزار، اما تو پاکمون کردی. من ذره بودم، ز کوه بیشم کردی. درمانده بودم، از همه پیشم کردی. درمانده بودم، از همه پیشم کردی. واقعا که در دوران خمینی یا که می باید سکوت پیشه می کردیم، یعنی که رضایت می دادیم به رذالت او و نفرین می شدیم همچنان که در دعای عاشورا خوندیم، و یا می باید مثل بسیاری دیگه تماما با او همدست و همکار و متحد می شدیم. یک پاسخ بیشتر وجود نداشت و اون هم تو بودی. تو با تمسک به تو و با چنگ زدن به دامن تو و مشی تو و سنت تو بود که تا این تاریخ زیر چتر عقیدتی و سیاسی خودت با شرف و با شرف زیستیم. اما قیمت با شرف زیستن، قیمت تغییر خط مشی تو چقدر گرانبهاست، چقدر. چه زنان باردار که هم شکنجه و تیرباران شدند و چه گلوهایی از مجاهدین که در آنها اسید ریخته شد، چه قفسه های سینه‌ای که شکست و چه پیکرهای پاکی که زیر لودر رفت، چه حلقوم ها و حنجره هایی که سرودخوانان بریده شد و زنان و دختران تجاوز شده. و امروز مرتجعین و اونهایی که در سطح بین‌المللی میخوان براشون راه باز کنند و استعمارگران گمان میکنند که میتوان راه رو بر جنبشی که با نام تو آغاز شده بست. البته که مرتجعین و استعمارگران همیشه، ستمگران همیشه پاکترین جنبش های انقلابی رو هم در صدر تمام تاریخ خودت رو با انواع و اقسام برچسب‌ها می آلودند. راستی که مجاهدین ایدئولوژی مرگ رو آنچنان که اجدادشون میگن پیروی میکنند یا ایدئولوژی حیات. لحظاتی پیش در مرقد پدرت بودیم، در گوشمون همیشه زنگ میزد که الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیات فی موتکم قاهرین. بگذار ما رو هم مثل تو به هر برچسبی که میخوان بیالایند. تروریسم، راستی که مبارزه برای آزادی، مبارزه برای رهایی، رسم انبیا، رسم اولیا و رسم راه تو، چه چیز پر افتخارتر از این؟ چه چیز از سر دادن و جان دادن در رکاب تو پر افتخارتر؟ اگر غیر از این بود مردار می شدیم. تو، مشی تو و راه تو زندمون کرد. پس شرف خودمون و سرفرازی خودمون و خلقمون رو مدیون توییم. بدون این
چیزی وجود داشت. بدون این چی از مجاهدین باقی میموند و چی داشتند که روی اون مدعی اعتبار و اعتقاد بشوند؟ نه، قیمت سنگین. ولی چه باکی تو آغاز کردی، تو یاد دادی، تو راه نشون دادی. درمانده بودم، از همه پیشم کردی. درمان دل و خراب و ریشم کردی. سرمستک و دستک زن خیشم کردی. می ترسیدم که گم شوم در ره تو. اکنون نشوم گم که نشانم کردی. اگر مشیت خدا چنین است که سر از بدن تو هم جدا بشه و تو هم در اینجا بی سر بیفتی، با خانه و خانمان و فرزندانت، با علی اصغرت و علی اکبرت و برادرانت، پس چرا راه تو رو تغییر نکنیم؟ خدایا به حق حسین و خون حسین همچنان که تا به حال ما رو در کنف حمایت خودت گرفتی، باز هم راه رو از بیراه به ما نشون بده و این شرف و عزت و افتخار رو برای ما قائل باش که زیر چتر عقیدتی و سیاسی حسین بمیریم. آهای جاودان فروغ‌ها، در شما مبارک باد ای ارواح پاک و پاکیزه‌ای که به درگاه حسین فرود آمدید. ولا بود که ای کبوتران از همینجا پر زدید و گذر کردید. رستگاری بر شما مبارک باد. یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما. و ای زینب کبری، ای یار، خواهر، همرزم، همشأن عقیدتی حسین، قطعاً که تو در اینجا شاهد و حاضر و ناظری. مگر می شود که تو پیکر بی سر حسین رو یک آن ترک کنی؟ مگر تمامی عشق مجسم تو نبود؟ از او بخواه که نزد خدا شفیع ما باشه و ما رو در برابر خدا و خلق رو سفید کنه. رو به سوی تو، دست تو با عنابت دراز میکنیم و برای زنان و مردان و رزمندگان استقامت هرچه بیشتر و برای خلقمون آزادی از خدای بزرگ طلب میکنیم. آن خدایا به حق حسین و زینب کبری، آن کس که درد عظیم رو او تحمل کرد، آن کس که او پیکر برادر و تمام یارانش رو دید اما در هم نشکست و چون کوه سرفراز به راهبری جنبش ادامه داد. از تو میخواهیم که این مریم مسئول اول ما رو تحت عنایت خاصی خودت بگیری و پرتوی از انبار زینب کبری رو برو بتابانی تا از پس انجام وظایف خطیر خودش به درستی و به نیکی بر بیاد. ای امام حسین،
جانب مردم ایران و از جانب مجاهدین خلق ایران هدیه‌ای بزرگتر از این برای ما متصور نبود. نزدیک به 7000 شهید مجاهد دیگر که از تو آغاز کردند، به تو گرویدند، در رکاب تو، برای تو و ارزش‌های تو جنگیدند، در مقابل شمر و یزید پلید دوران. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بار پروردگارا از ما بپذیر همانا که تو شنوا و دانایی. حسین رویده